او شیرازه عاشورا بود. او این پدیده عظیم تاریخ را با شجاعت و درایت کامل نمود. مومن باید محدث باشد، یعنی فهم، فراست و ذکاوت پیشه کند. و زینب بعد از عصر عاشورا اوج این فراست و دانایی است. او امینه بنی هاشم است، یعنی دانشمند در درون اهل بیت. او بعد افشای عاشوراست، عیان کننده عدوانیت امیان، رسوا کننده خیانت دعوت کنندگان و تبیینگر قصه پرغصه دائمی مقدس مآبان معامله‌گر. او نبود روح حسین در جان جهان جاری نمی‌شد. فرهنگ عاشورا با او به هیجان رسید و ندامت‌ها نیز با فریادهای زینب در پشت دلهای آن عصر ترنبار گردید و همه تائب شد. حسین خون داد، زینب زبان. حسین سال الله شد، زینب لسان خدا. حسین مندوق جذبه الله شد، یعنی فنای فضا، و زینب مسئول دفع دجال و تاریکی ها پس از عاشورا. حسین در بطن کربلا اسلام را یک بار به دور کامل دایر کرد و زینب در متن عاشورا ایمان را قائم و برقرار، چون هر دو ربیب علی بودند، یعنی دامن پرورده امیر مومنان، و هر دو مولود فاطمه. او یادمان داد که قیام حسین نشکست، بلکه خط سیر بشر است. زینب به اهل تکیه و مسجد و حسینیه و مهدیه و امام باره آموزان که انبیا آورندند، امامان نگاه دارنده. انبیا راهند، امامان راهبر. او نام حسین را در افق بیکران واژه‌ای پرکشش ساخت. زینب با عشق تمام به حسین عاشورایش را به قلب اسلام و اسلام قلب و دل مبدل ساخت. خود فرزندان و همه کسانش را فدای حیات اسلام ساخت و این یعنی قلب اسلام، و در برابر همه قساوت‌ها و دناوت‌ها فریاد برآورد: ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی چیزی ندیدم. و این یعنی اسلام قلب، اسلام رحمان، اسلام عرفان. حسین با قیام عاشورا نردبان بهشت آفرید و قبر منورش را در پیشروی آزادگان جهان حج و مطاف
زینب با پیام عاشورا طناب جهنم ستمگران را مهیا ساخت و گرده اینان را به سمت سوی رسوایی و خواری کج نمود. حسین خط آفرید، زینب خطابه های قرای زینب رستاخیز حسین را که چکیده مبارزه دائمی با ظالمان و منحرفان از دین است، مدرسه عبرت همه نسل‌های ضد ستم ساخت و کربلا را منبعی انبوه برای معنویت و عرفان و ستایش و عشق و سیاست و اخلاق و عفت نمود. زینب کربلا را پرواژگان ساخت و در سخنانی پرآتشین و متنتن در کوفه و شام به جباران و کل شقان و یکتازان نهیب زد که دیگر حیله‌گری و نیرنگ سازی و زورآوری و دستبندی و شقاق و نفاق و پارتیداری و چاکری و خانه‌زادی و زر و زور معنا مفهوم و اعتباری در دین محمد ندارد. کاش قیام زینب به نتیجه می‌رسید، اما با همراهی مردم توأم نشد. با قاطعیت میگویم زینب به اسلام افتخار میکرد و اسلام هم به زینب افتخار میکرد. باز هم یک زن در کنار یک مرد تاریخ ساز شد. حوا کنار آدم برای خلق آدمیان، آسیه کنار فرعون برای مقابله با کجی‌های درون کاخ، هاجر در کنار ابراهیم برای ایجاد دین حنیف و خدیجه با دارایی خودش در کنار پیامبر برای تقویت اسلام و فاطمه در کنار علی برای ایجاد یک خاندان مطهر بدون از هر رجس و ناپاکی، و زینب در کنار برادر عاشورا آفرید که دیگر چنین موضوعی تکرار نخواهد شد و همواره حی و حیات خواهد داشت. با عشق ما عزاداران حسین و زینب که از شریفترین نسب و پاکترین دود مانند، هر دو عاشورا را رابطه گسست ناپذیر حیات مسلمانان ساختند که در هر برهه و بوئه نیرومندترین عامل برای قیام باشد. زینب عاشورای حسین را به دعوت و اخبار انبیای خدا امتداد داد و خود نیز بنیانگذار دعوت شد. دعوت به جبهه حق، دعوت به صفحه عدل و دعوت به سنجه ادب. درود بر خدیجه که فاطمه ساخت و سلام بر فاطمه که زینب آفرید. این دو خواهر و برادر یعنی حسین و زینب نه فقط در فکر و ستایش و نیایش و عرفان و عبودیت عین همند، که در
از سن و سال نیز هم اندازم. حسین از 3 شعبان سال 61 هجری 4 هجری تا 10 محرم سال 61 هجری 57 سال عمری سرشار از برکات و تجلیات و زینب نیز از 5 جمادی الاولی سال 5 هجری تا 15 رجب سال 62 هجری 57 سال عمر پربار از حسنات و تحلیات. آیا در این عمر مساوی این دو انسان اسوه خدا در عدد 57 رمز و رازی است؟ من نمیدانم، ادب شناسان جهت کنند. همان گونه که در ادب عرب الف و لام تعریف واژه‌ای را معرفه می‌کند، زینب نیز در پسوند یا پیشوند نام وحیانی حسین آن را معرکه می‌کند. میدانی ستور برای ستیزش حق و باطل، ظالم و مظلوم، کفر و ایمان. آری ای اهل ایمان، زینب کاشف الغطای کریاست. او اسلام را مفتونمان ساخت تا از فسوق و عصیان برهیم. او شاهد کربلاست. او اسلام را از لحظه های شهادت 72 یار کافی امام حسین و اوج الهی خود سار الله لمس نمود و این یعنی سرحد عرفان و همه اسلام. و بهتر است فریاد زنم که زینت اسلام و ایمان است. بر مجد او صلوات. در تاریخ مانند این نگاه ودا و وداع نگاه نظیری نمی‌یابید. زینب از خیمگاه و حسین از قتلگاه. در آن نگاه آخرین حسین به زینب تمامی آثار و پیام و برکات حسین به زینب منتقل شد و او همون زمان ودا نائب الامام ما شیعیان شد. آسمان و زمین در آن نگاه غمگین هم قتلگاه و هم خیمگاه لطف و فتح دوباره یافت. ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. آیه 30 انبیا. آسمان و زمین تشبیه، آسمان و زمین به هم پیوسته بودند، ما دو را از هم جدا ساختیم. آری همان گونه که آسمان و زمین چسبیده به هم به مشیت خدا از هم جدا شدند، گویی حسین زینب کبری نیز در عصر عاشورا در غمناکترین وضع جغرافیایی عشق و جهاد از هم جدا گردیدند. حسین به سوی آسمان و زینب به سیر زمین. حسین نزد انبیا در عرش خدا سرود سروری را سرود و زینب نزد اشقیا و دشقیمان خروش ابشارگری‌ها را فزود. زمین وضع روییدن گرفت و آسمان وضع باریدن. به تعبیر علامه طباطبایی
آسمان بارید و بارید و بارید و زمین رویید و رویید و رویید و شما یکی از این رویش های عصر عاشورایید. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. آیه 8 سوره تکاثر. یعنی سپس در آن روز حتما از نعمتها سؤال خواهید شد. به گفته مفسران و صاحب المیزان، نعیم خداوند در این آیه یعنی یکی از مصادیق بارز این نعمتها اهل بیت علیهم السلام. باید شکر نعمت اهل بیت را داشته باشیم تا سرفکنده نباشیم. خدایا ما را نه فقط زائر زینب بلکه ما